روزی شخصی ثروتمند مقداری انگور خرید و به خدمتکار خود گفت انگورها را به خانه ببر و به همسرم بده و خود او نیز به سر کاری که داشت رفت. عصر که به خانه برگشت به اهل و عیالش گفت لطفاً انگورها را بیاورید تا با بچه‌ها مقداری انگور بخوریم. همسرش با خنده گفت من و فرزندانت همه انگورها را خوردیم، خیلی هم خوشمزه و شیرین بود. مرد با تعجب گفت همه انگورها را خوردید؟ زن لبخند دیگری زد و گفت بله تمامش را. مرد ناراحت شد و گفت 1 من انگور خریدم، 1 حبه اون رو هم برای من نگذاشته اید، الان هم داری میخندی؟ جالب است. او خیلی ناراحت شد و بعد از اندکی که به فکر فرو رفت ناگهان از جا برخاسته و از خانه خارج شد. همسرش که از رفتار خودش شرمنده شده بود او را صدا زد ولی جوابی نشنید. مرد در حالی که ناراحت بود و به فکر رفته بود رفت سراغ کسی که املاک خوبی در آن شهر داشت. او گفت 1 قطعه زمین میخواهم در یک جای این شهر که مردمش به مسجد نیاز داشته باشند و آن را نقداً خریداری کرد. سپس نزد معمار شهر رفته و از او جهت ساخت مسجد دعوت به کار کرد و او را با خود بر سر زمینی که خریده بود برد و به او گفت میخواهم مسجدی برای اهل این محل بنا کنید و همین الان هم جلوی چشمانم ساخت آن شروع شود. معمار هم وقتی عجله مرد را دید تمام وسایل و کارگران را فراهم آورد و شروع به کار ساخت مسجد کرد. مرد ثروتمند وقتی از شروع کار مطمئن شد به خانه اش برگشت. همسرش به او گفت کجا رفتی مرد؟ چرا بی جواب و بی خبر رفتی؟ مرد در جواب همسرش گفت هیچی، رفته بودم 1 حبه انگور از 1 من مالی که در این دنیا دارم برای سرای باقی خودم کنار بگذارم و اگر همین الان هم بمیرم دیگر خیالم راحت است که حداقل 1 حبه انگور ذخیره دارم. همسرش گفت چطور؟ مگر چه شده؟ اگر بابت انگورها ناراحت شدید خب حق با شماست، ما کم لطفی کردیم، معذرت میخوام. مرد در جواب زن با ناراحتی گفت شما حتی 1 دانه از انگورها را برایم نگذاشتید و به یاد من نبودید و مرا فراموش کردید. البته که این خاصیت این دنیاست و تقصیر شما نیست. جالب این است که این اتفاق در صورتی افتاده که من هنوز در بین شما زنده ام. چگونه انتظار داشته باشم که بعد از مرگم مرا به یاد بیاورید و برایم صدقه دهید؟ و بعد ماجرای خرید زمین و ساخت مسجد را برای همسرش تعریف کرد. سال هاست که از آن ماجرا می گذرد. امام جماعت آن مسجد تعریف می کرد که طبق این نقل مشهور بین مردم شهر الان 400 سال است که این مسجد بنا شده است. 400 سال است که این مسجد صدقه جاریه برای آن مرد می باشد، چون از 1 دانه انگور درس و عبرت گرفت. ای انسان، قبل از مرگ برای خود عمل خیر انجام بده و به انتظار کسی منشین که بعد از مرگت کار خیری برایت انجام دهد. محبوب ترین مردم تو را فراموش می کنند، حتی اگر فرزندانت باشند، و از اکنون به فکر فردای خودمان باشیم. اگر از این ویدیو خوشتون اومد لطفاً اون رو لایک کنید و برای دوستانتون هم ارسال کنید. همچنین نظراتتون رو در قسمت کامنت ها بیان کنید. جزاکم الله خیراً. التماس دعا.